برای چی میگم ورزش کنید؟ یه روز یه مریضی اومد تو مطب نشسته بودم، بعد اون روز فهمیدم که باید لحظه ها رو قدرشو بدونین. خانمی بود، خیلی هم سن نداشت، 60 خورده سن بود ولی اونقدر دیگه خودشو از بین برده بود، اونقدر زندگی رو تباه کرده بود، هیچ بیماری نبود که نداشته باشه. دیگه شما فکرشو بکن، دیابت، فشار خون، تنگی کانال نخاع، چاقی مفرط شکمی، بی اختیاری ادرار، سابقه 2 بار سکته مغزی. حالا با چه سنی متولد؟ فکر میکنم 1340 بود، خیلی بیمار بود. بعد اون لحظه دیدم دلش هنوز جوونه، دوست داشت بره بیرون، هیچ کس هم براش نمونده بود، هیچ کس. بچه ها رفته بودن، همسرشون فوت شده بود متاسفانه، هیچ کس هم نمیومد در این آدمو بزنه. فقط دیگه حالا بچه‌ها یک هزینه گرفته بودن، پولی رو هم گذاشته بودن، مثلا یه پرستاری زحمت کشیده بودن برای ایشون گرفته بودن. میخوام بهتون بگم دلش میخواست بره از در بیرون، دوست داشت بره. اون روزایی رو که باید میرفت نشسته بود گوشه خونه، نشخوار ذهنی کرده بود، با مادر شوهر و خواهر شوهر نشسته بود، افکار رو قرقره کرده بود، هی قصه خورده بود. عوضی که بلندش از در بره بیرون نشسته بود نون خامه‌ای و شیرینی، به قول خودش میگفت 2 جعبه شیرینی میگرفتم تا شب میخوردم. و بعد حالا که الان موقعش بود بازنشستگی، به هر حال میگم سنی نداشت هنوز بزنه بره بیرون، باید میشست منتظر این بود که پرستار بیاد، نمیدونم پنبریز اینو عوض بکنه، نمیدونم فیزیوتراپیشو ببره. همش با تحقیر، با نگاه. دیر میشه، بجنبین، نشینید، اون شیرینی خامه لعنتی اون جعبه رو همین الان بریز از خونه بیرون. چقدر گفتم پاکسازی کنید، هی نرو جعبه شیرینی بخر، باقلوا بخر، این کارا رو نکن، بلند شو برو پیاده روی تو بکن. من دیگه بیشتر از این نمیتونم بگم واقعا. میدونی چی میخوام بهتون بگم؟ سیگار و الکل تو همین امروز بذار کنار، مواد مخدر تو ترک کن. دنیا برای ما منتظر نمیمونه ها. نگو من همین تا الان خوبم. امروزی که بهم پیام داده بود که آره من 45 سالمه، از 12 سالگی سیگار کشیدم، زوده، صبر کن میبینیم. یادم یه بنده خدای هی میومد میگفتش که خانم تو چی صحبت میکنی؟ میومد تو کارگاه من، از خدا 58 سال سن گرفتم، یک روزو بدون خامه و مرباش نگذروندم، غروبم میخورم صبحم میخورم. پارسال بود که یک سکته مغزی کرد، الان متاسفانه حتی حافظه‌شو از دست داده، تمام اعضای بدن فلجن. حواسمون باشه دیر میشه، زیاد پرحرفی نکنم.